رقم‌ها در این تابلو 2 ماه باز رو به بالاست. از ماه می تاجیکستان شاهد گرانشوی سوزشواری بود. مردم به خصوص رانندگان نگران این وضع هستند چون بالاروی نرخ سوزشواری میتواند سبب گرانشوی راهگیرا و نرخ محصولات دیگر شود. گران شدن سوزشواری از موضوعهای اساسی نشست خبری خدمات ضد انحصاری بود. مسئولان این نهاد بار اول اعتراف کردند که حمله به کارخانه‌های نفتی روسیه به بازار سوزشواری تاجیکستان به‌واسطه تاثیر رسانده است. بیش از 90% وارداتی محصولات نفتی به جمهوری از فدراسیون روسیه صورت می‌گیرد. آواز بازار محصولات نفتی در فدراسیون روسیه در پی نارمای سیاسی ناستوری گردد از این به‌واسطه تاثیرش را به جمهوری ما رسانده است. در این نشست گفتند در نیمه اول امسال نرخ سوزشواری دیزلی در تاجیکستان 54% و بنزین 26% گران شده است. با گفته مسئولان خدمات حالا 1 لیتر سوزشواری دیزلی تا 16 سامانه و بنزین تا 12 سامانه ارزش دارند. اما در این نقطه فروش سوزشواری در شهر دوشنبه 1 لیتر سوزشواری از 17 سامانه بیشتر است. در بعضی از نقطه‌ها سوزشواری دیزلی نیست. با وجود گرانی و کمچین شدن سوزشواری، نمایندگان خدمات ضد انحصاری مردم را اطمینان می‌دهند که وضعیت زیر نظارت است. از ماه ینور تا ایون امسال به تاجیکستان قریب 600,000 تن سوزشواری دیزلی، بنزین و سوخت هواپیما آورده شده است. بیش از 90% آن را از روسیه و باقی مانده را از بلاروس، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای دیگر گرفتند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.